خب سلام دوستان، یاشار فتی‌زاده هستم در خدمت شما، کارشناس امور ملکی با 18 سال سابقه تخصصی در مناطق 1 تا 5 شهر تهران. بر خودم لازم دونستم خودم و تیم پشتیبانی این مجموعه با رصد از فضای مجازی و دوستانی که توی این زمینه اطلاعاتی رو که در زمینه ملکی ویدیو میگیرن، بحث میکنن، کاملتر بکنم و در خدمت شما باشم. از اونجا که یه خرید و فروش ملک در ایران برای بالای 80% از مردمی که داخل ایران زندگی میکنن بزرگترین معامله عمرشون میتونه باشه، دارای نکاتی هستش که سرمایه‌ای که توی این زمینه میذارن به بهترین گزینه رو داشته باشن و سرمایه‌شون سیف بمونه. برای شروع میخوام یه تاریخچه‌ای از اتحادیه صنف مشاورین املاک خدمتتون بگم و فرق یک بنگاهی سابق با مشاور و کارشناس املاک فعلی. صنف مشاورین املاک یا به صورت عامیانه که قدیم اسم دلال روش بود، البته این نکته هم اضافه میکنم که دلال به معنی دلالت کننده است و لغتی هستش که در عامه به همکاران من و شخص بنده به عنوان دلال نام برده میشد. سال 1342 مشاورین املاک دارای اتحادیه شدن که ریاست اتحادیه فعلی تهران بر عهده آقای گودرزی هستش. جالبه بدونید ما توی این ویدیو قصدمون این هستش که یه نکات آموزشی رو برای دوستان و همکارانی که علاقه‌مند هستن وارد این صنعت بشن یا وارد این صنعت شدن و دارن به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن و علاقه دارن که اطلاعات ملکیشون روز به روز بالاتر بره. حالا البته در ویدیوهای بعدی نکاتی که مناسب به مشاور حرفه‌ای هست رو سعی میکنیم بیان کنیم و نکاتی که بین مستاجر با موجر یا خریدار با فروشنده در مبایع‌نامه هست یا در اجاره‌نامه هست، به طور مثال قوانین آپارتمان نشینی و خرید و فروش رو با شما مطرح کنیم که اگر قصد دارید بالای 90% سرمایه‌تون رو که خرید و فروش ملک هستش فکر میکنم توی این عرصه سرمایه گذاری بکنید، با امنیت خاطر و سیو پول انجام بشه. ما کشوری هستیم که 85 میلیون در حال حاضر جمعیت داره. منطقه 1 تهران، منطقه 2، منطقه 3 تا منطقه 5 رو مورد بررسی قرار میدیم تو ویدیوهای اول و اینکه طی 10 سال گذشته سرمایه گذاری‌های مختلف از جمله دلار، طلا و حالا ارزهای دیجیتال و مسکن رو با هم بررسی میکنیم و علل اینکه کدومشون از اون یکی بازدهی بیشتری داشته و به چه علت رو اینها رو میتونیم ما مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم که ما رو دنبال کنید و خوشحال میشم اینکه حمایت شما رو با فشار دادن این زنگوله و سابسکرایب داشته باشیم.